اگر ما به تاریخ تقسیمات معموری مرزبندی آسیای میانه نظر اندازیم که سال 1924 به وقوع پیوسته بود، واقعا نسبت تاجیکان یک گوییم ناعدالتی تاریخی ظاهر گشت. در همون دوره همین مرزبندی همین روزه با شاید با غرضهای ایدئولوژی همون دوره که همون شعار گوییم کلاسیکی تقسیم کنه حکومت نران، شاید همین هم در نظر داشته میشد، چون که منفیت های بیشتر منفیت های اقتصادی به نظر گرفته می شدن. مثلا نزدیک بودن این یا آن شهر دیه به مرکز ماموری سیاسی، مثلا جهت های اتنیکی، ملی، فرهنگی عموما به اینابت گرفته نمیشدن. بنابراین همین مناقشه های سرحدی همین ریشه های زمینه های خیلی چقدر دارن.